كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماہ مبارک رمضان قریب هست که مهمان ما بشود و این ماه یک ماه بسیار عظیم و ماه بسیار بزرگ و ماه نزول قرآن عظیم الشان هست و ماهی که در ساختن انسانیت و جامعه انسانی، در ساختن جامعه اسلامی بسیار تاثیر بسزایی داشته است و بسیار مؤثر واقع شده است. و اگر ما نگاهی به تاریخ ادیان بکنیم و به برنامه‌های ادیان به برنامه‌های و انسان وجودش مایه خیر برای بندگان الله میشه، برای روی زمین، مردم روی زمین میشود و روی این الله تعالی برنامه ریزی کرده برای ساختن انسان و که انسان را از بعد اعتقاد بسازه و از بعد عمل کرد بسازه، کردار و رفتار بسازه و از بعد اخلاق بسازه و از تمام ابعاد الله تعالی برای ساختن انسان، برای تزکیه انسان، برای تربیت انسان برنامه ریزی کرده است. اگر بشر تن بده به برنامه‌های الله تعالی و استقبال کنه از برنامه‌های حکیمانه پروردگار و خودش را در اختیار پیامبران بگذاره، خودش را در اختیار
محمد رسول الله رحمت للعالمین بگذاره، در اختیار سیره مصطفی خود را بگذاره، در اختیار قرآن بگذارد، تعلیم زیبایان حضرت، این انسان شک نیست که به وارستگی میرسد، ترقی میکنه، پرواز میکنه، انسان پرواز میکنه به سوی الله و به قرب الله تعالی انسان میرسه. این انسان ها که روز قیامت به جنت فردوس میروند. که اولین و آخرین حاضران سربلندی بزرگ کسب میکنند، این انسان ها اونا هستند که خودشون را ساختند. او صفات بهیمیت و حیوانیت که در انسانه، در رندگی در انسان وجود داره، بخل در انسان وجود داره، حرص برای محبت مال خیلی سخته. اگر این محبت مال نه، محبت شدید مال، سخت مال عیبه. اگر این از وجود انسان بیرون بشه، اگر انسان تکبر داشته نباشه، انسان حسود و کینه‌ور نباشه، کینه‌توز نباشه، انسان تواضع داشته باشه و انسان خوبش سخاوتمندانه باشد، سخاوت داشته باشه، از مالی که الله داده خرج کنه بر فقرا و مساکین و بر تنگ دستان به جاهای مستی های اخلاق دور بشه و این انسان به وارستگی میرسه، به انسان به شایستگی میرسه. واسطه که برای ساختن این موجود ارزشمند، ساختن این موجود قیمتی، برای همین خاطر است که انسان بسازند و بر روی انسان کار کنند و انسان از درون ساخته بشه، از درون انسان به وارستگی برسه، حب الله تعالی در دلش قرار بگیره، فکر آخرت را داشته باشه و آخرتش را بسازه، هم دنیا را بسازه هم آخرت را بسازه. دنیا نیاز و ضرورت ماست و آخرت هدف اصلی زندگی انسانه و انسان شایستگی داره که در همه ابعاد کار کنه، دنیا را بسازه، قادر توانایی داره، شایستگی داره، هم آخرت را بسازه. و این ماه مبارک رمضان برای همین هدفه که الله یک ماه را که ماه نزول قرآن عظیم و شان هست، ماه روزه قرار داده و فضا را به طور کلی عوض کرده است. در یک ماه انسان میتوانه
سیر بزرگی را مسافت بزرگی را طی بکنه. اگر انسان جدیت داشته باشه، اگر انسان تلاش کنه، اگر انسان کمر همت را ببنده و خود را در اختیار و مرشد اعظم قرار بده و مربی بزرگ قرار بده، رمضان را سپری کرده، عمل کرده. آن حضرت در رمضان چه بوده، قرآن در رابطه با رمضان چه برنامه ریزی داره. اگر این برنامه را صحیح و درست استفاده بکنی، برکات این ماه، تاثیرات این ماه بهره‌مند میشی و این سرمایه عظیم، فرصت بسیار بزرگی است، فرصت عظیم. و این فرصت که بگذاره و رد بشه از سر، بعد این فرصت مجدد به دست نمی آید. فرصت که فرصت رفته از دست رفته بر نمی گردد. و روی این از بالاترین برنامه روزه ماه مبارک رمضان هست. این روزه را الله فرض گردانیده. معنی فرض آنه که بدون روزه انسان نمیتونه تزکیه بشه، اصلاح بشه. یہ احکامی که فرضان همه اینا سازنده هستن برای انسان، همه انسان می سازن. برنامه های دین اسلام تمام سازندن. نماز انسان می سازه، روزه می سازه، پرداخت زکات انسان می سازه، صدقات و خیرات انسان می سازه، تلاوت قرآن انسان می سازه، ذکر الله در ساختن انسان تاثیر داره. این تمام اعمال که اللہ تعالی قرار داده و بعضی را مثل روزه فرض کرده و نماز، زکات، حج رکن گردانید از این ارکان مهم دینن. این تاثیرشون خیلی حیاتی و مهمه. بدون انجام اینها انسان ساخته نمیشه. او جوهری که در انسان موجوده، او گوهرش بروز نمیکنه. و روی این اینها را اللہ تعالی لازم قرار داد. از نماز احساس بار میکنن، از زکات احساس بار میکنن. هنوز تاثیرات اینها را در زندگی نمیدادن. آگهی و اطلاعات نسبت به احکام، فلسفه این احکام، تاثیر این احکام در جامعه، در افراد، هنوز اینها را نمیدانند. خیلی مهمه. ولذا اینکه یک فضای را الله برقرار میکنه در ماه رمضان، فضای معنوی را، فضای نورانی برپا میشود و برقرار میشه که همه فرصت برسه به همه که برای خودشو فکری بردارد. و این که آمده شیاطین بسته میشن و شیطان الله دسترسی نمیده به انسان. به برکت همین فضای، به وجود همین فضای معنوی است، شیاطین بالاخره اگر زنجیر ظاهری به پای شیطان ها نباشه و اما این زنجیر
زنجیر معنوی است که این فضا وقتی که منقلب میشه و عوض میشه گویا بر پای اینها زنجیر هست، گویا اینها قید شدن و مقید شدن و نمیتوانند کاری را انجام بدن. همانطور که زندانی از دستش در زندان کاری ساخته نیست، از دست شیطان هم چیزی ساخته نمیشه، چرا که این فضای معنوی آمده، روزا آمده است و روزا دسترسی شیطان بر انسان کم میکنه، دسترسی زیادی پیدا نمیکنه. ولهذا ما از اول تا آخر خیره، از اول تا آخر رحمته، از اول تا آخر برکاته، از اول تا آخر فیض الهیه، منبع فیاض رحمت خاص نازل میشه و فرصت بسیار عظیمی است که الله تعالی عنایت میکنه و در این من باید همه آمادگی داشته باشد، همه ما آمادگی بکنیم که از هر نوع در هر نوع خیر سهم بگیریم و از هر نوع خیر استفاده بکنیم، همه در جهت رسیدن به الله، کشف کردن رضامندی پروردگار، در جهت ساختن خودمون که خودمون را بسازیم و از برکات این معنی که شبها قرآن تلاوت میشه در نماز تراویح که یکی از عبادت های بسیار بزرگه و در آن قرآن تلاوت می شود و قرآن چه تاثیری داره. اگر ما معنای قرآن بفهمیم یا نفهمیم، قرآن تأثیر داره و تاثیرش را داره. ولهذا این ماه قرآن عظیم الشان، قرآن به کثرت تلاوت بشه. این ماهی است که حضرت صلی الله علیه وسلم که همیشه سخی بودند و سخاوتمندی آن حضرت صلی الله علیه وسلم آن حضرت در این ماه چنان سخی می شدند و چنان دست آن حضرت دراز بود و دهنده بود که خیر آن حضرت به همه می رسید. و لحظه در این ماه یکی از مسائل همینه که ما زکات های اموالمون که ندادیم پرداخت کنیم و علاوه از زکات از اموالمون خیر بیرون بکنیم، فقران، مساکین، خانواده های زندانیان، افرادی که مریضند و خانواده هایی که سرپرست شون را از دست دادن، یتیم و بی سرپرست و زنهایی که بیوه شدند و بچه ها ماندند، مدارس دینی، مساجد و تمام راه های خیر که به این راه های خیر همه رسیدگی کنند، همه برسند. فضیلت بسیار بزرگی داره و به کثرت ذکر کنیم. در حدیث شریف مطلبی آمده است که سوال کردن که حج چه کسی بیشتر فضیلت داره که جهاد حج میکنه؟ فرمودن که
هر یکی از هسته‌های مهم هر عبادت ذکر الله تعالی است و این چیزی که به عبادت ارزش میده، عبادت ارزش پیدا میکنه و ثوابش بالاتر میشه، مقبول تر میشه نزد الله تعالی، که از جمله حج، از جمله روزه هست. و در ماه رمضان به کثرت الله تعالی یاد میشه، علاوه از تلاوت قرآن عظیم الشان که خودش ذکره و تسبیحات، درود، استغفار و پرهیز از گناه، که این هم از هسته‌های بزرگ و از اصولهای مهم عبادات که هم الله ذکر بشه و هم از گناه پر توجه الی الله و هر اندازه که در انسان طلب باشه و هر اندازه در انسان تشنگی باشه و هر اندازه در انسان خواهش و خواسته باشه، همان اندازه الله تعالی عنایت میکنه. دعا بشه برای همه مردم دنیا، برای همه مظلومان دنیا و برای یکدیگه دعا کنیم، برای تمام جامعه انسانی دعا بشه هدایتش، خیرش، و برای مظلومان فلسطین و دیگر مظلومان دنیا دعای خیر بشه و الله تعالی من شما را توفیق عنایت کنه و انشاءالله بقیه مسائل ماه رمضان در هفته آینده عزیزان مذاکره میکنم. سیلی که اخیراً در دشت علی آمد و در این سیل بردگی به هر حال رسیدگی مردم خیلی خوب بود و به هر حال ما دعای خیر میکنیم در حق همه کسانی که به نحو رسیدگی کرده و جا دارد که تشکر از همه بکنید. آنجا رفتند و خدمت کردند، ولی آنچه که تشکر ویژه هست از مردم عزیز ایران، از مردم هم بلوچستان، سیستان و هم جا داره که از کردستان عزیزان کردمان یاد خیر کنیم و دعا که خیلی همت کردن، کمپین تشکیل دادن و جمعوری کردن و اخیراً یک همه ملت ایران، همه مردم عزیز ایران جای تشکر وجود داره. اخیراً یک دری خیلی باز شده در ایران و او همدردی مردم در میانش، مردم نسبت به یک دیگر همدردی پیدا کرد. این چیزی که قدرت مردم
الله در مردم گذاشته است. اراده مردمه، همت مردمه، تلاش و کوشش مردمه در تمام آفتها که در هر گوشه از که نیاز به بسیاری از این مواد که مردم میانالن نیست و سر مواد غذایی، اجناس، اقلام و اون چه که نیاز مهمه برای این مردم سیل بند هست، بنده که در اطراف روستاها کشیده بشه و که 2 مرتبه سیل وارد نشه تو این روستاها. زیر ساختها هستن که این زیر ساختایی که تخریب شدن بازسازی بشن، زیر ساختایی که نیاز احداث بشن و نیازهای اساسی و مهم که میمانه برای منطقه همین هستند که اینا نیاز به دستگاه دارن، دستگاه های سنگین میتوانن که اونجا کار کنن. پارسال هم اعلام شد و همت شد ولی منطقه خیلی وسیعه، ممکنه بعضی جا کار شده ولی همه جا کار نشد و این مشکلات جلوگیری سیل علاج داره و علاجش آسان. اگر هزینه مختصری هم انجام بگیره از خیلی آفتها جلوگیری میشه. هم میتونن که همین آب در منطقه نگهداری کنن بدون اینکه او کلمه ای را که در سیل خوردگی گذشته در هیئت دولت گفتم شما کارشناسانی که اینجا میآید باید با مردم مشورت کنند، سنت های مردم را در نظر بگیرند، تجربیات مردم استفاده بکنند. معتقدم که کارشناسان موفق نخواهند بود اگر اتکا بر کارشناسی خودشون، بر علم و دانش خودشون داشته باشند و سنت ها را نادیده بگیرند، چرا که سنت های فطریه و بشر همیشه دانشی داشته و دانش بشر از روی تجربه هست. شما این توی منطقه تجربیاتی هست که دانشگاهی ها کارشناس دانشگاه نداره. اینها اونجا منزل ها را کرسی درست کردن در گذشته، کرسی از خاک اونجا مثل سیمانه، مثل اسفالت سخته و آبش نمیبره، آب داخلش هم نفوذ نمی کنه، خاک جمع کردن، کرسی درست کردن، منزل ساختن. اینها هم یالا این منزل محفوظ مانده، ولی اینها که آمدن مدارس دولتی را بر زمین کار کردن. یعنی چه؟ برای چه ما کرسی درست بکنیم؟ ادارات ها حالا سیل که میاد اولین تومه این سیل همین مدارس هست، همین خانه هایی که از کنم که مسکن و شهرسازی ساخته و یا ارگان ها و ادارات ساخته. چرا؟ که از تجربیت مردم استفاده نکرد. اگر بگم مردم ها بپرسن همین آب میشه راحت مهار کرد. گذشته همین مردم همین آب مهار کرد. این منطقه کلا به صورت بند ما پر میکرده به سوم ساعت تا میرفته این دشت و سیل بردگی خیلی در تاریخ گذشته در دشتیاری این باهوکلا دشتیاری منطقه کلا خیلی کم بوده.
خیلی میشه جای نیمه ساخت. این مردم در طول این مدت همش یک خواسته بوده که اینجا برای ما بسازد چای نیمه. و بالاخره آبا که میاید آبای سرریز صدها و باران اضافی بره توی همین چای نیمه ها و میتوانند صدای کوچک زیری صد بزرگ بزنند و آب از یک صد به صد دوم ببرند، از دوم به سوم. این صد ما پر میشن، این گنجی میشه برای مردم منطقه و آسان این. حالا که خودشون دارن او را هم اعمال بکنن، ولی برای مردم از هر چیز مهم همین کار اساسیه. و آب مازاد مسیر بدن که بره به دریا بریزه. میشه راحت مسیری باز کرد که آب مازاد بره توی مسیر و توی دشت ویل نشه که از این روستا به اون روستا وارد بشه. الله تعالی توفیق بده. کل این سیلهای اون منطقه هر چگاه طغیان هم بکنن رودخانه قابل مهار و امکان مهارشون وجود داره. الله تعالی همه را جزای خیر بده، مخصوصا تیم هایی که از زاهدان رفته و از دیگر شهرستانهای رفتن و اونجا چندین روز ماندند و تلاش کردند. مسائل اخیر رو در انتخابات بود که در انتخابات همه پشت سر گذاشتن. بالاخره باقی مانده توی جامعه ما و در این باره چند جمله عرایضی داشتم که خدمت عزیزان و سروران عرض کنم که بسیاری خیال میکنه که این مردم ایران بعد دین مخالفان یا با نظام اسلامی مخالفان و این حرفا را میزنند و یا به هر حال یک سری حرفهای نسبت مردم هست که اینها واقعیت آنه که مردم ایران یک مردم بسیار نجیبی هست و مردم ایران انسانهای بسیار فهیم و انسانهای عجول هم نیست، صبور، خیلی صبر دارد، خیلی متانت دارد و یکی از بهترین ملت ها یه دنیا ملت ایران، یعنی یکی از بهترین ها است. ما نمی‌بینیم که ملت ایران از تمام ملت ها بهتره به دیگران توهین نشه و یکی از بهترین و خوبان جامعه بشری هست و ملت ایران خیلی همکاری کرد. حالا بزن 10 سال 40 اندی سال که گذشته از عمر انقلاب همین ایرانی را دادن به جمهوری اسلامی و چه آرای بالایی دادن و به چه امیدی، به چه آرزویی و رای دادن. بعد در تمام سانه ها حضور پیدا کردن، خصوصا توی سانه ها و رقابت های انتخاباتی، ریاست جمهوری بوده، مجلس بوده، خبرگان بوده و شروع شده. این اولین دوره نیست، دوره گذشته هم بسیاری خود را از صحنه انتخابات کنار کشیدن. و چرا کنار کشیدن؟ این مسئله است که آسیب شناسی میخواهد توی دنیا مرسومه که هر آسیب و هر آفتی که وارد میشه آسیب شناسی
برای آن که مردم به این نتیجه رسیدن که نحوه گزینش که الان در ایران کشور ما موجوده، این نتوانسته مدیران لایق را گزینش بکنه، مدیران توانمند، شایستگان ملت را نتوانسته به صحنه بیاره. بهترین را مردم تشخیص رو آنه که در همین طور که در بسیاری از کشورها همینه که ملت گزینش میکنه، مردم میآیند توی صحنه، ملت فرزندانش را میدانه. شما آل زاهدان میدانید که چه کسی بهتر میتونه درد شما را بخوره. مردم تهران شهروندان خودشون را میدانند، هر کسی میدانه این نمایندگان مردم اونا را گزینش بکنن. حالا که بالاخره گزینش تعیین شده که باید این گزینش بکنه، روند گزینش ها بالاخره مردم همه قبول ندارن، معتقده که نتوانسته این روند مدیران لایق برای ریاست جمهوری مدیران شایسته جمعه تعیین میکنید، باید التزام به اسلام داشته باشه. امام تعیین میکنید، التزام به اسلام. رئیس جمهور شایستگی را داشته باشه، لیاقت را داشته باشه. اصل که حالا بقیده ماست و شخصیه که اصل بلک شایستگی است، توانمندیه، بتونه ملک اداره بکنه. نه اینطور که همه چیز از دستش رها میشه، همانطور که امروز اقتصاد در کشور من رها شده است. هیچ مهاری ندارن بر این داره، بالاخره میری بالا و ارزش پول ایرانی داره میفته و زندگی برای تمام مردم مشکل میشود. بالاخره مدیر توانمند، اهل که اهل کار باشه و همه شایسته باشن و شایستگی ملت باشه. نه ببینید که شایسته و یک حزبی و یک جناحی، نه، جناحی مختلفن، مخالف باشه. بالاخره او اصل راه پیدا میشه که باید چه مسیر درسته بره. این به نفع کشوره، نه این ملت دشمن کشور هست، نه دشمن دینه و نه این مردمی که رای ندادن یا فعالیت نکرده، بعضی همون که مخالفت کرده انتخابات، بعضی تحریم کردن، بعضی توی خانه هایشون نشستن و سکوت کردن، گفتم قضاوت مردم میگوید، مردم به حال خود گذاشتن، من نکردم کسی را. ببینید مردم چه قضاوت میکنن، حتی قضاوتی که میکنن اختیارشون دارن و طیفه مختلف و برداشته مختلف و سلیقه مختلف در وقت انتخابات اعلام شد. نه مخالفن با دین، نه مخالفن با کشور، نه وابسته به این قدرت و اون قدرت، نه، اینا وابسته همین ملتن، همین مردمان، همین اکثریت مردم، همین که فکر در ذهنشون هست. لحظه گفته که این به هر حال
با این روندی که داریم میرود همون نماینده تکرار گذشته و تکرار گذشته نمیتونه که کشور نجات بده و چیزی که گلایه مردم یا بگم ناراضگی مردم بوده که مسئولان صحبت مردم را فریاد خیرخواهانه و دل سوزانه این کشور و مملکت را گوش نکرد. تکبیر! و بالاخره گوش شنوا ما ندیدیم مدتی که اینجا هستیم گوش شنوایی باشی حرفا را بشنود آسیب شناسی بکنه گفتمانی باشه مذاکره‌ای باشه اشکالات کجایه و توی دنیا همه دنیا اینا مرسوم به هر حال مسئولین و ملت ایران اکثریت قاطع مردم بالاخره توی انتخابات حضور پیدا نکردن و همون آمار و ارقامی را که در کشور منتشر کردن همون آمار و ارقام ما بگیریم اکثریت قاطع شرکت نکردن. چرا شرکت نکرد؟ بالاخره باید اینها را بررسی بکنیم باید بشینیم صحبت بکنیم مشکل کجاست مشکل رسیدگی بکنیم و این حیاتی هست و این مهمه و اینها همش همین میگن که دنیا جای دیگه بالاخره یک رشته حل و عقدی تشکیل میدن و شنوان و این حرفای مردم شنیده بشین حیاتی مهمه. این سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تعلیم حضرت را میگفتن که این حضرت نفع شما است و هم دستورات الله با الله ایمان داره هم حرفای شما را قبول میکنه و باور میکنه و به هر حال ما امیدواریم میشه که بشینه فکر کنم و به هر حال رمضان مبارک انشالله در غروب یک شنبه برای ما نگاه میکنیم و اگر یک شنبه ما رویت بشه که غروب یک شنبه دوشنبه رمضان هست آن نورانی که میاد الله تعالی ما را توفیق بهره برداری حد اکثر عنایت کنه و آخر دعوانا الحمد لله. تکبیر!